منافذ پوست دقیقاً چیه؟ چرا ایجاد میشه؟ آیا درمانی داره یا نه؟ 1. افزایش تولید چربی. 2. کاهش کلاژن و 3. دهیدراته بودن و خشک بودن پوست. باعث میشه که منافذ پوستمون بزرگتر دیده بشه. منافذ ساختارهای طبیعی پوستن. میتونیم کوچیک‌ترش کنیم ولی نمیتونیم از بین ببریمش. تحت تاثیر فیلترهای اینستاگرامی، تحت تاثیر عکس‌های روتوش شده نباید قرار بگیریم. پوست همه منفذ داره. مثل سلبریتی‌ها که می‌بینید پوستشون خیلی خوبه، تو این عکس‌ها میتونیم ببینید که پوستشون چقدر منافذ داره. پس همه دارن. چه جوری میتونیم اینو درمان کنیم؟ تو باید کاری بکنی که کلاژن پوست بیشتر بشه. شستشوی منظم پوست تقریباً 2 بار در روز میتونه باعث بشه که چربی سطحی پوست و سلول‌های مرده از سطح پوست برداشته بشه. این باعث میشه که اون تخلیه چربی خوب انجام بشه و مجبور نباشه اون منفذ بازتر بشه که چربی خودش رو تخلیه کنه. پوست تو باید هیدراته نگه داری. روزی باید 2 لیتر آب میل بکنی. شما باید یک روتین پوستی در جهت کاهش منافذ پوستی داشته باشید. اگه پوستت خشکه، ضد آفتاب، آبرسان شوینده که برای هر دو گروه هست و 2 تا المان رو باید تو روتینت داشته باشی. 1 مرطوب کننده آبی هیالورونیک اسید و 2 رتینول. رتینول چیکار میکنه؟ باعث میشه کلاژن سازی پوستت بیشتر بشه. اگر پوست فرد چرب باشه، باید 2 المان متفاوت رو داخل روتین پوستیش داشته باشه. دوباره ضد آفتاب، آبرسان و رتینول رو داری و اضافه میشه بهش نیاسینامید برای کنترل چربی و گلایکولیک اسید برای لایه برداری از سطح پوست.